میدونستی سیب زمینی یکی از سیر کننده ترین نوع کربوهیدراته و اگه باهاش فیبر قاطی بشه خیلی بیشتر سیر نگهت میداره. این سالاد رو درست کردم برای اونایی که هم سیب زمینی دوست دارن هم میخوام بیشتر سیر بمونن و بسیار خوشبو و خوشمزه. اینجا پیج تغذیه و رژیم درمانی شوین دایت هستش و این واقعا خوشمزه شد. من خودم فکر نمی‌کردم انقدر خوشمزه بشه ولی خیلی خوشمزه شد. بریم درستش کنیم. سیب زمینی‌ها رو نگینی می‌کنیم میذاریم برای آب پس شدن. ادویه‌ای که تو کپشن نوشتم که بسیار خوشمزه‌اش میکنه بهش اضافه می‌کنیم و میذاریم بمونه. یه ذره هم میذاریم بمونه. میریم برای سبزیجاتش هویج رو رنده میکنیم. هویج رنده شده رو یک مقدار روغن مایع میریزیم کف مایتابه، یک مقدار کمی تفت میدیم. بعد اینکه تفت دادیم به همچین بافتی رسید میریم فلفل دلمه‌ای قرمز و حالا اگه خواستین زردم میتونید اینجوری دوباره نگینی میکنیم، تو همون مایتابه اضافه میکنیم، تفت میدیم. بعد میریم سراغ جعفری رو قشنگ اینجوری خورد میکنیم، خیارش رو قشنگ خورد میکنیم. در آخر همه رو میریزیم رو هم به اضافه اون سس مخصوص پیج که داخل کپشن دوباره توضیحش رو براتون نوشتم. بسیار خوشمزه میشه. برای بچه‌ای که میخوان پروتئین بیشتر بگیرن میتونید بهش سفید تخم مرغ و یا مرغ آب پس کنید و اضافه کنید. و دوستایی که میخوان همچین رژیمی بگیرن که چیزای خوشمزه توش باشه بیان داخل دایرکت اطلاعات رژیم رو بزنن، شرایط رژیم خودکار براشون ارسال میشه و این رژیم خوشمزه رو شروع کنن.